دیگه اصلا از جام تکون نمیخورم. هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای بیا منم بکن. وقتی وسط فیلم میزنه بالا گروه خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه. من بهتون میگم بدبختم میگین نه این حرفو نزن. باز اومدم ویدیو بگیرم از در و دیوار داره مهمون میباره. به نظرتون فامیلا کانال یوتیوب منو دارن؟ اگه داشتن این حرفایی که من میزدم و میشنیدن اصولا نباید اصلا اینوری میومدن. در متاسفانه اینو فروتر از این حرفان. بازم اومدم با ویدیوی در همه آدما برای یک بارم که شده توی زندگیشون سوتی دادن. اگه بگین نه اصلا باورم نمیشه. قراره بریم سوتی‌های صدا و سیما رو ببینیم. انقدر افتضاحی که اصلا نمیخوام بگم. خود ویدیو رو ببین متوجه میشی. بریم زودتر این ویدیو فوق‌العاده خنده‌دار و جنجالی و کوفت و زهرمار رو شروع کنیم. لیتس گو تو عبید. یه لایکمون نشه. بلند نکنید. نه بلند نکنید. میتونید نیاتون رو هم بزنید هر کاری دوست دارید. دلاشیم بخورید. بله بله دلاشید. خیلی سوال میپرسی ها. شروع. تشویقشون کنید. مونتو کرمیه انگار 20 سال سابقه داره. 6 ثانیه از زمان تو باقی مونده. دیگه نمیاد یخه. خیلی دوست دارم بفهمم هدف صدا و سیما از این بازی چی بود. موقعیت وقتی دارم با بابام تلویزیون میبینم. آخرین تلاش صدا و سیما برای جذب جوونا. زن و شوهر روزی 3 بار زن و شوهر میرن تو اتاق، درم میبندن که بچه ها نبینن، فقط میشینن با همدیگه حرفهای عاطفی و عاشقانه میزنن. مدیونین اگه فکر کنین قراره کار دیگه کنن. فقط باید حرفای عاشقانه عاطفی بزنن. فوقش درباره قصه حرف بزنن. 3 بعد غذا میخوری نوش جونت، 5 تا نماز بخونی نوش جونت، روزی 3 بارم باید بری. این باید اخلاقی یا فقهی نیست. باید زن و شوهر تو اتاق درو ببندن، بچه‌ها نیان، با لباس مناسب حرفای عاشقانه بزنن. 3 بار کم نیست. حتما پدر مادرش انجام میدادن یاد گرفته. لباس مناسب منظورش خیلی از شما نه زرنگ‌تر اومده با نکرده. حالا شما شیریشین بکنین. می‌تونین بکنین یا نه؟ میکنین ما خیلی تو رای داریم. ما خیلی مردم جمع کردیم مثل تو رای دارن. حالا مردش بکن. خب من حاج خانم شما برو بشین، من بهشون میگم بکنن. حاج خانم حالش خوب نیست، درک کنید لطفاً. هزاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن، واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه‌ای که لاپایی زد لایی دیگه لاپایی. داداش تو حالت خوب نیست، برو خونه ولش کن، برو خونه. معادل فارسی مونیتور چیست بانو؟ فارسی مونیتور یه چراغ؟ نه کیبورد. خانم شماره 7. الان بانو شماره 7 میگه. مونیتور ما چی میگیم؟ تلویزیون یه چیز دیگه است، مانیتور یه چیز دیگه است. مدرکتون کیلویی گرفتین یا با پارتی گرفتین؟ دارم. خانم شماره 8. بانو شماره 8 LCD. تو اصلا میدونی LCD چیه؟ اصلا میدونی LCD کجا قرار میگیره؟ چپلمه کنن و بخورن، اما 7 دونه است، زیادم نیست، ولی افراد چپلمه یعنی بریزن کف دست دارم. چون معنیشو نمیدونم گو میخورم منحرف بشم، ولی من منحرف شدم. جانی رو دوست دارین؟ آیه آره کارش قشنگه. کار خود جانی؟ بله. نه دیدین کاراشو؟ بله چند تا از فیلماش. چند تا از فیلماشو دیدی؟ من ندیدم تا حالا، این دیده. آدم کارآفرینی هم هست، خدمت شغل و اینا هم داره. جانی دپ بله لوله کشی میکنه. لوله کشی میکنه ولی از سبک خودش. نه بازیگر بسیار توانمند. ما یه جانی هم خودمون داریم، دو اتاق فرمانه. آقای از چه نوع جانی؟ از چنو جانی نداریم، جانیه. اون خانومه بود وسط بود، اون از اول متوجه شد داستان چه ولی برای خودش نیورد. خیلی داره ازش خون میره. حالا دیگه اصلا از جام تکون نمیخورم. هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای بیا منم بکن. وقتی وسط فیلم میزنه بالا. این فیلمو 2 بار ببین چون من راجع به خون و کشتن حرف نمیزنم. سلام. خیلی خوش اومدی. میدونم شما سرما ببخش. خیلی مبارک باشه. چی؟ گرفتین چی شد؟ دختره میخواست جلوی دوربین مردرم بغل کنه ولی گفت تو سرما خوردی.
یعنی اگه تو سرمایه میخوردی من تو رو بغل میکردم. مردم اومد جمعش کنه بیشتر رید، گفت مبارک باشه. چه ربطی داشت؟ مردی که در خیابان نافش هم پیدا میشه این بر کجا؟ ذائقه قانونی ماست. در ذائقه قانونیه که طرز لباس پوشیدن دیگران نه به من نه به تو نه به دیگران مربوط نیست. آقای خضریان ببین من از شما بیشتر حتما تو خیابون میرم، من تا حالا حتما یه نفر ندیدم که نافش معلوم عجیبه. یا لااقل نگاه نکردی. خیلی عجیبه. یا نگاه کردی یا دنبالش بودی. خیلی عجیبه. خیلی قشنگ داشت میگفت تو هیزی. افسانه ها میگن طرف هنوز داره میگه خیلی عجیبه. متولد 1364 و یک دهه 60 7 فرزند دارن و یک توراهی. خانم صادقی الان میگن که چیکار میکنید؟ مثلا صبح که بلند میشید تا شب چه اتفاقی میفته؟ داداش کسی که 7 تا بچه داره صبح تا شب چه شکلی میگذره به نظر تو؟ صبح تا شب که به بچه‌ها میرسه، شب تا صبح به بابای بچه‌ها. من باید بپرسیم اونایی که اهل ورزشن، ورزش همش فوتبال که نیست که. عرق ورزشی ریختن. ترسیدم آقا. نترس. حالا خودت معلومه این کار هستی ها، چون ما عرق نعنا داریم، عرق نعنا، حالا هر عرقی. بنده بدون اینکه هاشمو ببینم پسندیدم با صفاتش. شما چطور پسندیده سرکار خانم؟ من خب قیافه مرد که مهم نیست پسندیدنش. راست میگه، قیافه که مهم نیست، چیز دیگه مهمه که 10-12 تا بچه میزان باهاش. البته که حاج آقا برای شما مهم نیست. خوش قیافه هستن بله. ببینمتون حاج آقا. نظر کلی من اینه. تایید میکنم خوش قیافه. من حالا خود نظر شخصی خودم اینه که مرد هر چی زشت‌تر باشه بهتره. مال خودمه در حقیقت. هر چی زشت‌تر باشه واسه خودته که 2 تا زن داره. گوخوریش به خودم اومده. همین خنده‌دارترین اسمی که برای یکی از مخاطبین گوشیتون گذاشتین. خود بیژن به اضافه یعنی خود ولی واقعا خنده‌دارترینش. من اگه جای بیژن بودم یوسف رو سیو می‌کردم یوفیس. به اسرائیل ملعون پیام میدم که اگر همسرمو از دست دادم یه دونه گرفته 2 تا جایگزین میکنم. آقایون محترم لطفا بعد جایگزین شدن تو صف وایسین، صفو به هم نزنین، نوبت همه میرسه. چطوری میخواد به اسرائیل این پیامو برسونه؟ الان اسرائیل رو تهدید کرد یا شوهرشو؟ شفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن، آفتاب نمیخوره، آسیب نه فقط به خاطر این، از چشمهای مرد اشعه تولید میشه که به صورت زن میخوره، پیری زودرس میاره. یعنی قشنگ معلومه پوست شبیه پوست بچه است. میشه لطفا نگام نکنین چون پیری زودرس میگیرم. خدا وکیلی ساقیتون چیه؟ میشه معرفی کنین؟ به جوانای همسن سال خودتون توی اوضاع کرونا چیه؟ کار ضروری نداره میاد از خونه بیرون. به جان خودم. میای بیرون بعد خودشون ریز میکنن. ماسک من دیدم بعضی ماسک هم نمیزنن. شما مالی مغازه‌ای؟ نه مغازه مال مایه. صدا و سیما هرچی مثبت 18 تا پخش میکنه، اینی که خنده داره رو پخش میکنه. از اون سالی که رهبر فرمودن اولین سخنرانیش که بچه بیارین، من بعد اون 6 تا آوردم، 2 تام قبلا آورده بودم، 8 تا. آفرین. شوهرت کیه؟ میشه شوهرتو نشون بدی بهم ببینمش؟ میدونستیم ما با این جماعت شدیم 80 میلیون نفر؟ اسم شهرشون دوشنبه است، بازی روز سه‌شنبه است و یه بازیکن دارن به نام احسان پنجشنبه که توی زمین داره بازی میکنه. گزارش کردن روز جمعه است. ایام هفته ما داره زحمت میکشیم. فاطمه جون تو نامه چی نوشتی واسه اون آقایی که دادی بهشون بده به امام حسین بندازه تو ذریحش؟ من نوشته بودم آرزو بابام این بود که شهید بشه، نوشتم اینو، نوشتم که داداشم که تو راهه شهید بشه وقتی بزرگ شد. داداشش هنوز به دنیا نیومده، تو شکم مامانشه. بچه هنوز از راه نرسیده، این داره آرزو میکنه شهید بشه. هر سال برم کربلا. داداش دنیا نیومده آخه، همین الان میگی داداش شهید بشه؟ نه بزرگ شد. نه شوخی میکنم. چون اگه باباش شهید بشه بهش سهمیه کنکور میدن. برای کلثوم اکبری در خانواده مذهبی. امشب دل من هوس رو تب کرده، عاشق شده از عشق تو تب کرده. هله دان 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 هله. صدا گذاری بود نه؟ دیگه خدا وکیلی اینو که صدا و سیما پخش نمیکنه. تو مورد توجه قرار گرفته تامین یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نه امت درسته. 1000 میلیون تومان. قضاوت کار خداست، ما فقط مسخره میکنیم. امیدوارم از این ویدیو خیلی لذت برده باشید. حالا خدا وکیل استودیو صدا سیما رو دوست داشتین یا نه؟ 100% باید دوست داشته باشین. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. مراقب خودتون خوبیاتون باشید. بدرود.